هر روز نو برای ما هدیه است از جانب الله که در زمین زندگی خود یک دانه مهر و محبت، خیر و سخاوت، عموما یک دانه خوبی کاشته باشیم. حافظ بزرگم در این مورد میگوید که دوره دنیایی را سر به سر میبینی تو، گردش ایام را هر سحر میبینی تو. هر سحر بر وقت خیز و کمی هم باشد خیرت بر کسب کن، روزی خوش را از خدای معتبر میبینی تو. گر رنجانی دل را در دوام زندگی، آن دل رنجانده را از دیگر میبینی تو. کودکانت را نیاموزاندی آداب اگر، عاقبت آن کودکان را در بدر میبینی تو. گفته حافظ هر کس حاصلی دارد به عمر، گندمی کاریده را از درو میگیری تو. کشاورز خوب در زندگی خود باش. پس در این روز نو، در این صبح نو، در این نفسهای نو، در این زندگی نو، با بسم الله الها تیز کن تیغی زبانت را، با رحمان و رحیم نصرت کلید گردان دهانت. سلام علیکم و رحمت الله. إن كان ما ضمت بي